میخوام این رو خطاب به صدا و سیما بگم که سالهاست که داره تلاش میکنه که پای ماهواره ها رو از تو خونه ها به ماهواره ها که نه، ماهواره ها که خیلی بد نیستن به نظر من، بعضا مهم اینه که ما چه استفاده ازشون بکنیم. اما مدت ها بود که من خودم به عنوان کسی که به عنوان یکی از اعضای کوچک خانواده سینما یا اهل هنر واقعا شرمم میشد که توی خانواده ها اینقدر. شاید این آخرین صحبت‌های پرویز پرستویی در قاب تلویزیون صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایرانه، جایی که او حسابی به صدا و سیمای ایران تاخت و بعد از اون هم هیچ وقت به صدا و سیمای ایران نرفت، تا جایی که در آخرین پست اینستاگرامی خودش گفته بود که حتی خبر مرگ من رو از صدا و سیمای ایران پخش نکنید. اون همه تقلب و تو اون همه ماشین ول کنم، پس حق الناس چی میشه حاجی؟ برم یه گوشی بشینم هی نماز بخونم که پیشونیم پینه ببنده که کی خوشش بیاد؟ من و نماز حاجی بدجوری ریختن سر سفره انقلاب، ریختن تو حساب بانکی، سر زمینا، تو جنگلا، نفت و آب و هرچی معدنه. این مسلمونی. اما زمانی همه مردم متوجه شدند که پرویز پرستویی مرد شماره یک منتقد صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایرانه که او پشت عادل فردوسی پور در اومده از او حمایت کرد. او گفت نباید عادل از تلویزیون ایران گرفته بشه و خطاب به سلبریتی ها گفت که نباید سلبریتی ها به برنامه های صدا و سیما برن و نباید صدا و سیما خوراک داشته باشه و مردم باید صدا و سیما رو تحریم. پرویز پرستویی بازیگر سینما در صفحه اینستاگرامش انتقادات تندی از علی فروغی کرد و از دوستانش خواست اگر برنامه 90 را دوست دارند در هیچ کدام از برنامه‌های عید صدا و سیما شرکت نکنند و به گفته او برنامه پرکن نباشند. اما نکته جالبتر اینجا بود که سلبریتی ها بعد از شنیدن این پست های پرویز پرستویی یه عده‌ای از او حمایت و به نوعی پشت مردم ایستادند، عده‌ای هم که در روزها و ماهها و سالهای گذشته نشون داده بودند که پشت مردم نیستن، باز هم به قاب تلویزیون برگشتند. عده‌ای هم از آنتن تلویزیون استفاده کردند و به صدا و سیما تاختند. خیلی منتظر بودم. من عذرخواهی میکنم پرحرفی میکنم، ببخشید. در مورد عادل خان فردوسی پور، این اتفاقی که برایشون پیش اومده، من نمیخوام دامن بزنم به این قضیه و خیلی آتیش قضیه رو تون کنم، چون که همه حمایت کردن. و البته که آقای پرستویی هم من شنیدم که پرویز خان پرستویی، من ایشون یکی از بازیگرای مورد علاقه‌ام هستم، ولی گفته بودن که خب نریم تحریم کنیم، ولی من اومدم اینجا که حرفمو بزنم، شاید به نوعی دیگه میتونم کمک کنم. رامبد جوان، دیگر بازیگر سینمایی، هم در صفحه اینستاگرامش و خطاب به آقای فردوسی پور نوشت: لطفاً صبور باش و غم و غصه این دوران رو مدیریت کن. همه ما مشتاقانه ولی صبور منتظر لحظه‌ای هستیم تا تو و 90 باز هم دوشنبه‌ای به خونمون بیای و اومدنت رو جشن بگیریم. توییتر هم پر شد از حمایت از عادل فردوسی پور و انتقاد از مدیر شبکه 3 با هشتگ هایی مثل 90، فردوسی پور، صدا و سیما، تحریم 90 بدون عادل و نه به حذف عادل. مثلا سیامک رحمانی، روزنامه نگار، در توییتی نوشت: تو بعضی کشورهای جهان سوم هم اینطوریه که نظرسنجی میذارن تا مردم بهترین برنامه رو انتخاب کنن، بعد اون برنامه رو تعطیل میکنن. اختلاف میان علی فروغی مدیر شبکه 3 و عادل فردوسی پور از چند ماه پیش آغاز شد و حتی یک بار به پخش برنامه 90 بدون حضور عادل فردوسی پور هم کشید. علی فروغی در آبان ماه و در برنامه حالا خورشید از عملکرد خود در مقابل عادل فردوسی پور دفاع کرد. اینم به شما بگم که میگم حرفه‌ای، حتما عادل برنامه‌ساز فوق‌العاده، کار درست و خیلی آیتما جذاب، مجریگری جذاب، ولی کار باید بالاخره رو اصولش و روی قواعد و قوارش باشه، حتما به نفع مردمه و من مطمئنم مردم از قاطعیت منطقی و عقلانی حمایت میکنن. عادل فردوسی پور 20 سال است که با برنامه 90 به خانه‌های مردم رفته. خودش میگوید این برنامه فرزند اوست و فرزندش را با هیچ پست و مقام دیگری عوض نخواهد کرد. طرفدارانش هم میخواهند او را دوباره در برنامه محبوبشان ببینند. مدیر شبکه 3 اما معتقد است مردم از قاطعیت منطقی و عقلانی حمایت میکنند. مردم ما حافظه تاریخی ضعیفی دارند.
فیلم قلاده‌های طلا یادتونه، قلاده‌های طلایی که بعد از وقایع 88 اتفاق افتاد، درست تو بحبوح‌های سال 88 بود که فیلم قلاده‌های طلا به سردر سینماهای ایران رفت و امین حیایی مرد شماره یک اون فیلم به شما میرفت. ما که واقعا حس میکنیم که مهمان شما هستیم اینجا و به خاطر شماست که ما اینجا حضور داریم، به خاطر ملت ایران هستش که از قاب تلویزیونشون ما رو دارن میبینن، به احترام اونها ما اینجا هستیم. بعضی دوستان گلایه داشتن که چرا الان اومدین تو این برنامه حضور پیدا کردین، تحریم کرده بودن تلویزیون‌ها، ولی من به اون دوستان اعلام میکنم که ما به احترام ملت ایران اینجا هستیم، ملتی که عاشقانه دور هم جمع شدیم و هر چیز زودتر این همبستگی ایجاد شه، هر چیز زودتر این وحدت بین ما ملت ایران به وجود بیاد. همه این تحریم‌ها و فشارها میگن خلایق هر چه لایقیم. خداوند شاید خواسته برای ما که این اتفاقات، این تعیینا برای ما به وجود بیاد که ماها دلمون به هم نزدیک شه. بزمج خریت خودتو گردن خدا ننداز. خود خدامون قضا که میگن سختگیر نیست. برو زندگی تو بکن عزیز برادر. ان سالی باشه که به جایی که دنبال به دست آوردن پول باشیم، دنبال به دست آوردن دل هم دیگه باشیم. هر چی بیشتر دل به هم نزدیک بشیم، به انسان‌ها نزدیک بشیم، به انسانیت نزدیک بشیم، به اخلاقیاتمون نزدیک بشیم، به اون چیزایی که واقعا باید پاش وایسیم، شرافت، انسانیت، اخلاقیات. من خودم واقعا همه تلاشمو دارم میکنم که پای این قسمت‌ها وایسم. شاید بگیم که شاید فکر کنیم که پول خیلی ارزش داره، ولی واقعا ریگ کف دستیه که فقط میاد و میره. خیلی ممنونم از همین. آی فضلی اینقدر گیر نده به این جوونا. آخه بهش که زورکی نمیشه عزیز برادر. اونقدر فشار میاری که از اون ور جهنم میزنه بیرون. اما نفر بعدی علی داییه که این بار پشت پرویز پرستویی در اومد و از او حمایت کرد و به صدا و سیما نرفت. عادل جان سلام. اول از همه آرزوی موفقیت میکنم واسه شما و اینو بدون که تو این چند سال تو بین مردم دعای خیلی زیادی رو گرفتی و همه دوست دارن. مطمئن باشید کس نمیتونه جای تو رو بگیره و همه میدونیم که به خاطر اینکه رک و راست بودی این مسائل پیش اومده. مطمئنن همیشه پشت توییم و مطمئن باش که کسی که ضربه میخوره صدا سیمای ایرانه نه شما. ببخشید امشب یکم دور شد. امشب یه بخشش تقصیر ما بود. چرا آقا تو این کوچه روبروی از خیابون جردن به خیابون ولیعصر ما حدود 20 دقیقه اونجا گیر کرده بودیم. مگه میشه یه برفی همچین اتفاقی رخ بده؟ یعنی اصلا حالا این که به کنار تقصیر ما بود اون باز زودتر راه میفته. عذرخواهی میکنم از شما، ولی واقعا اصلا همه چی به هم ریخت سر این برفی که اومد. اصلا من این ستاد بحران خودش به انت ستاد بحران احتیاج داره وقتی که بحرانی رخ میده. یعنی اصلا قشنگ انت مشکل برای خودشون به وجود میاد. مبنای شایسته سالاری افراد انتخاب بشن. اگه مردم سالاری مد نظر مسئولان باشه هیچ وقت هم چه اتفاقی رخ نمیده. اما نکته جالب تر اینجاست، علیرغم اینکه پرویز پرستویی مثال حمید استیل رو زده بود، اما این بازیکن سابق تیم پرسپولیس و عشق آنتن باز هم به صدا و سیما رفت و صدا و سیما رو تحریم نکرد. داشت که تقدیمتون شد و یک مهمان عزیز و ارجمند کسی نیست جز حمیدخان استیلی. آقای استیلی سلام، خوش اومدید. خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما آقای نوربخش، خدمت آقای پوربخش، خدمت تمام هموطنان عزیزم، عوامل پشت صحنه سلام و عرض ادب دارم. پیشاپیش سال نو رو تبریک میگم. ان شاءالله که سال خوب پر از موفقیت برای مردممون، برای فوتبالمون باشه و از همه مهمتر این که سفره‌های مردم همیشه پربار باشه. و روز پدرم به تمام پدرهای بزرگوار، به تمام مردها تبریک میگم. ان شاءالله که همه آخر عاقبت به خیر بشه. ان شاءالله. حالا باید ببینیم که صدا و سیما در روزها و ماهای آینده نسبت به این رفتار سلبریتی ها و جنگ بین سلبریتی ها که قرار صدا و سیمای ایران رو تحریم بکنند چه واکنشی نشون میده. اومدم جونم پای اعتقادم بذارم. اگه غیر از این باشه این فیش حقوقی ارزشی جونم نداره. تموم شد دهه 60. الان دهه 90. تو پرونده تو پر از شکایت شخصیتایی که تو سرتیمشون بودی. عادل فردوسی پور. مراسم اختتامیه جشنواره جام جم یک هفته پیش. عادل فردوسی پور تندیس جایزه مردمی بهترین برنامه و بهترین تهیه کننده را دریافت کرد. همانجا سر درد و دلش باز شد. اینکه تو سخت‌ترین سال
کاریم و در سالی که در رسانه هم حتی به من بیمهری شد، اینکه میبینم خانواده بزرگ رسانه منو میبینه و تلاش من و همکاران 150-200 نفره من دیده میشه، برام خیلی ارزشمنده. و این جایزه دوم که مردم به من دادند دیگه فراتر از ارزشمنده برای من، به خصوص امسال تو این سال عجیب و غریبی که من سپری کردم. میگویند علی فروغی مدیر شبکه 3 این گلایه ها را بر نتافت. روابط عمومی سازمان صدا و سیما روز گذشته اعلام کرد که عادل فردوسی پور، مجری و تهیه کننده برنامه 90، دیگر در این برنامه نخواهد بود. اما کنار گذاشتن عادل فردوسی پور به گفته موافقان و مخالفانش کج سلیقگی مدیریت جدید شبکه 3 است. 20 سال 90 چرخونده عادل فردوسی پور. این اومده این کار انجام داده، سازمان حمایت کرده، سازمان کمک کرده که عادل فردوسی پور 90 داشته باشه. یعنی الان سرمایه سازمان صدا و سیمای عادل. برای همین برای کج سلیقگی یه مدیر نیایم، بذار حرف بزنم، کج سلیقگی یه مدیر نیایم جلوی مردم وایسی. مردم عادل رو دوست دارن. بسیاری از هنرمندان، سیاستمداران، روزنامه‌نگاران و ورزشکاران حمایت خود را از مجری محبوبشان اعلام کردند. پرویز پرستویی، بازیگر سینما، در صفحه اینستاگرامش انتقادات تندی از علی فروغی کرد و از دوستانش خواست اگر برنامه 90 را دوست دارند